بسم الله الرحمن الرحیم. د حریت رادیو درنو اوریدونکو د ټیکنالوژي خبرونه مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تمدا سټول ور روغ جوړ و یو تیرا یو ونی بدر باندې په خیر او خوشحالي سره تیر شوی وي. محمد شریف همت درته حاضر شوی مو تمدا چې خبرونه را سره تر پای واوري. نن خبرونه مو هم دوه برخې لري. په لومړی برخه کې درته مرکه لرو او په دوهمه برخه کې مو درته د کمپیوټر د استعمال اړوند ځینې مهمې خبرې او سپارښتنې راوړي دي او زموږ همکار به درته وړاندې کړي. لومړی برخه ده، په دغه برخه کې کمپیوټر څه شی دی او اساسي دندې یې څه ده. د کمپیوټر مهمې برخې کومې دي؟ د کمپیوټر سی پی او څه دنده ترسره کوي؟ آر ای ام څه شی دی او ولې مهم دی؟ د اس اس ډي او ایچ ډي ډي ترمنځ کوم توپیرونه شته؟ دا او دیتا ورته پوښتنې مو د کابل پوهنتون له ډېر قدرمند استاد پوهنیار روهیت خالقیار صاحب څخه کړي دي او هغې راته ځوابونه ویلي دي. مرکې ته تم کیږو، په ګډۍ سره اورو. استاد محترم، تاسې خبرونې ته ستړي مه شئ او بخیر راغلی. تشکر مسعود بزرگوار، سلامت باشین. وقت همه شنونده‌های محترم بخیر، در خدمت هستیم. ډیره مننه استاد محترم. لکه څنګه چې اوریدونکي پوهیږي، نن موږ د کمپیوټر اړوند موضوع موږ ټاکلې ده. کمپیوټر او دغه استعمال د ځینې مهمې لارښوونې دي. استاد محترم، که لومړی راشو په دې باندې خبرې وکړو، کمپیوټر څه شی دی او اساسي دنده یې څه ده؟ تشکر مسعود محترم از سوالتان. تعریف کامپیوتری که ما کامپیوتر تعریف کنیم یا کامپیوتر چی است و کدام مسئولیت‌ها یا وظایف را به پیش میبره، یک در ظاهر بسیار آسان ولی در اصل بسیار سخت و پیچیده است. یعنی در این عصری که ما عصر تکنولوژی زندگی میکنیم، کامپیوتر میتونه تعریف‌های متعدد از دیدگاه‌های متفاوت داشته باشه. ساده تعریفی که از کامپیوتر وجود داره، اما تعریف اولیه است که برای اولین بار مؤسس کامپیوتر یا کسی که بنیانگذار کامپیوتر است که به نام چارلز بابیج یاد میشه، که برای اولین بار کامپیوتر در سال 1642 برای اولین بار مطرح کرد و یا قابلیتایی که امروز در کامپیوترهای امروزی وجود داره از همون سال به میان آمده. چارلز بابیج به این باور بود که کامپیوتر از کلمه کمپیوت یا محاسبه گرفته شده. بعد از او باز پسوند ای آر یعنی همون کننده یا عملگر از اون نمیشه. یا به این معنی که اگر ما این تحت لفظی معنی کنیم، کامپیوتر محاسبه‌گر معنی میده. حالا اگر به می کلمه محاسبه کردن یا محاسبه نمودن اکتفا بکنیم، کامپیوتر را میتونیم به تمام جوانبش که چی است و چی کارهای انجام میده شاید نتونیم به تمام مکیفکان کامپیوتر را تعریف کنیم. ولی گفته میشه که کامپیوتر یک وسیله برقی یا الکترونیکی است که قادر به پروسس، ذخیره سازی، محاسبه کردن و ذخیره ساختن اطلاعات با سرعت بیشتر از سرعت انسان باشه. این یک تعریف نسبتاً جامع‌تر از کامپیوتر است. یا گفته میشه که کامپیوتر یک وسیله برقی است که قادر به اخذ اطلاعات با استفاده از وسایل ورودی که باز ان شاء الله در سال‌های بعدی حتما به او هم خود پرداختیم، قادر به ذخیره ساختن معلومات با استفاده از وسایل خروجی، قادر به پروسس کردن اطلاعات یا معلومات با استفاده از وسایل پروسس کننده و همچنین قابلیت بر انجام یا بر نشان دادن نتایج به اساس وسایل خروجی از او استفاده میشه. یعنی کلا اگه ما کامپیوتر حال از هر دو تعریف عمومی یک نتیجه گیری بکنیم، گفته میشه که کامپیوتر یک وسیله برقی است که قادر به اخذ معلومات، ذخیره ساختن معلومات، پروسس معلومات و نشان دادن نتایج معلومات با سرعت بیشتر از سرعت انسان ها می باشد. کامپیوتر از نام مثل که از نامش پیداست وسیله الکترونیکی است، یعنی به اساس برق کار میکنه. یعنی ما تا زمانی که برای کامپیوتر برق نداشته باشیم از کامپیوتر استفاده کردن میده. خب این که به چی شکل برق می داشته باشیم میگم به هر در ظاهر شاید بسیار ساده باشه، ولی در باطن این میتونه شکل های مختلف از برق ها باشه که کامپیوتر به اساس از او هم کارکرد خود را پیش ببره. و ساده میشه تو گفته شده که کامپیوتر یک وسیله برقی قادر به اخذ، پروسس، ذخیره ساختن و نشان دادن معلومات است. در مورد جزء دوم سوال شما که کامپیوتر کدام وظایف را به پیش میبره، این یک سوال نسبتاً جامع و کلی است. یعنی ما جواب دقیق و مشخص بر از این نداریم. کامپیوتر از در برنامه‌های قبلی ما شما در مورد وقت زمانی که اگر به خاطر شنونده ها باشه
وقتی ما شما در مورد امنیت تلفن های شخصی یا تلفن ها بحث میکردیم، یک مسئله رو یاد کردیم، مسئله از سواد دیجیتالی بود. ما قبلا یاد کردیم که قرنهای مختلف برای سواد تعریف های متعدد داشتن. قبلا به این باور بودن که سواد همیست که یک فرد خوانده بتانه، نوشته بتانه و تکلم کرده بتانه. این از ضروریات اولی یک شخص با سواد است. بعداً برش قابلیت استفاده از کامپیوتر هم اضافه کردن. به این معنی است که یک فرد با سواد قادر به خواندن، نوشتن، صحبت کردن یا تکلم کردن و همچنان استفاده اولیه از کامپیوتر بلد باشه. پس چون استفاده از کامپیوتر جزئی از سواد اولیه افراد است، بنابراین گفته میشه که کامپیوتر جزئی از وسایلی است که در تمام بخش‌های زندگی استفاده خود را داره. از بخش صحی، بخش تعلیمی، بخش اجتماعی، سایر بخش‌های، حتی بخش ساینسی. به نظر من جای را ما سراغ نداریم که در او کامپیوتر استفاده شده نتونه. پس کامپیوتر یکی از وسایل بسیار پرکاربرد و مهم است که میتونه وظایف بسیار زیادی را به پیش ببره که شاید گنجایش برنامه ما شما نداشته باشه که هر بخشش به شکل جداگانه و عمومی بحث کنیم. انشاءالله باز برنامه‌های مختص در مورد هر بخش از کامپیوتر که کامپیوتر در کدام بخش‌ها به چی بخش قابلیت‌های مختلف استفاده میشه برنامه خاص داشتیم. استاد محترم ډیره مننه. که د کمپیوټر په برخه باندې تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړه چې موږ باید د هرې برخې په اړه باندې یو خبرونه وکړو. که تاسو په لنډ ډول باندې په اساسي برخو باندې خبرې راته وکړئ چې اساسي برخې کومې دي، آینده به د امید مطابق موږ ځانګړي خبرونه ولرو. تشکر مثلا محترم. در موردی که کامپیوتر دارای کدام اجزا است، این هم بستگی به بخش‌های مختلف داره. اگر ما از لحاظ وسایل سخت افزاری یا هاردور بیس کامپیوتر را تقسیم بندی بکنیم، کامپیوتر گفته میشه که کامپیوتر از 4 قسمت مهم یا از 4 بخش ساخته شده. یک قسمت از این برش input devices یا وسایل ورودی گفته میشه که با استفاده از این وسایل ما میتونیم معلومات را داخل کامپیوتر بسازیم، که از این وسایل میتونه ماوس باشه، کیبورد باشه، اسکنر است، نشانده میتونه بتونه استفاده کردن. اینا وسایلی هستن که ما برای داخل ساختن معلومات برای کامپیوتر از این وسایل استفاده میکنیم. پس جزء اول یا قسمت اول بخش‌های کامپیوتر میتونه وسایل ورودی باشه یا به انگلیسی برش input devices گفته میشه. بخش دوم وسایلی که کامپیوتر از او ساخته شده و جزء اجزای کامپیوتر میباشه عبارت از وسایل ذخیروی است یا storage devices است. این وسایلی هستند که از آنها به خاطر ذخیره ساختن معلومات یا هم به مدت کوتاه و یا هم بر مدت طولانی میشه استفاده کنیم. که وسایل ذخیروی به دو قسمت دیگه تقسیم بندی شده که یکیش permanent storage device هست و یکیش هم temporary یا non permanent storage device هست. یعنی وسایل ذخیروی دائمی و وسایل ذخیروی موقتی است که هر کدام از اینا هم کارکردهای خود را داره و وسایل مختلف هم از این کاتگوری میتونه باشه، جزء از اجزای کامپیوتر است. مثلا از وسایل ذخیروی دائمی کامپیوتر میتونیم هارد دیسک رو نام ببریم، USB یا USB درایو که برای ذخیره ساختن معلومات از او استفاده میشه. دیگه میشه که CD، DVD آل استفاده نمیشه، سابقا استفاده میشد به نام سافت دیسک هم برش میگفتن یا تیپ دیسک. اینا نرمای مختلفی از وسایل ذخیروی دائمی است که معلومات را برای مدت طولانی میتونه ذخیره کنه. از وسایل ذخیروی موقتی که در کامپیوتر وجود داره و کامپیوتر از او ساخته شده میتونیم از رم، روم، فلش مموری که اینا داخل کامپیوتر هستن و برای یک مدت کوتاه میتونه معلومات ذخیره بکنن. پس جزء دوم یا بخش‌های دوم کامپیوتر میتونه وسایل ذخیروی کامپیوتر باشه که کامپیوتر از اونها ساخته شده. بخش سوم اجزای کامپیوتر پروسسینگ یونیت یا وسایل پروسس کننده یا پردازش دهنده یا هم انجام عملیات اساسی که داخل کامپیوتر اجرا میشه با استفاده از اینا میشه. این وسایل مسئولیت پروسس معلومات خامه که از طریق وسایل ورودی داخل کامپیوتر میشه، اونا را پروسس میکنه و بر اونا معلومات معنادار و معلوماتی که به درد استفاده کننده یا بعداً توسط وسایل خروجی نشان داده میشه از اونا استفاده بکنه. که از این وسایل یکی از مهمترین وسایل از این CPU نام داره که مخفف سنترال پروسسینگ یونیت است. یک چپ بسیار کوچک که قابلیت یا به اصطلاح حیثیت مغز برای کامپیوتر داره. یعنی هر وقتی که معلومات داخل کامپیوتر میشه با استفاده از CPU یا پروسسور کامپیوتر این معلومات تحلیل و ارزیابی میشه و بعداً
معلومات به هر شکلی که نیاز باشه در اختیار افراد قرار دادن. ولی این شکلی که در اختیار افراد قرار داده میشه احتمال داره که بعداً تصویر باشه، ویدیو باشه، صدا باشه یا فایلی که از طریق وسایل خروجی مثل پرینتر دوباره چاپ شوه. اینا میتونه از جمله نتایج باشه که بعد از ذخیره دریافت معلومات، پروسس کردن معلومات از وسایل خروجی خارج شود. پس جزء سوم میتونه همین باشه. جزء چهارم وسایل کامپیوتر میتونه وسایل خروجی یا output devices باشه. این وسایل معمولا وسایلی هستند که از اینا به خاطر نشان دادن نتایج پروسس معلومات از داخل کامپیوتر میشه. یعنی زمانی که معلومات داخل کامپیوتر پروسس میشه، نتیجهش از طریق همین وسایل برای افراد که او را استفاده میکنن در اختیارشان قرار داده میشه. از جمله این وسایل میتونیم از مانیتور یا اسکرین یا صفحه که برای نمایش استفاده میشه نام ببریم، اسپیکر یا لاود اسپیکر که ما از صدا را پخش میکنیم، میتونه پرینتر باشه که توسط از او داکومنت یا ورق یا هر چیزی داخل کامپیوتر به شکل سافت وجود داره او را پرینت بکنیم و از او استفاده. این جزء 4 جزء اساسی کامپیوتر از لحاظ سخت افزاری است یا از لحاظ هاردور بس، یعنی هاردور یا سخت افزار کامپیوتر از این 4 قسمت ساخته شده. قسمت دیگه کامپیوتر که سافت ویر کامپیوتر است یا همون نرم افزار یا برنامه‌های کاربردی کامپیوتر است که کامپیوتر امی وسایل سخت افزاری را یا هاردور را قابلیت کارایی را برش میده. یعنی تا زمانی که این بخش کامپیوتر نباشه ما از وسایل سخت افزاری کامپیوتر استفاده کردن نمیتونیم. یعنی اینا قابلیت استفاده را برای هاردور یا سخت افزار کامپیوتر میدن. و اینا معمولا هم برنامه‌های کامپیوتری هستند که با استفاده از اونها میتونیم کارهای روزمره خود را پیش ببریم. همچنان بعضی از برنامه‌ها طوری طراحی شده که اونها به خاطر اجرای قابلیت‌های داخلی کامپیوتر استفاده میشه. یعنی یکی از این سافت‌ورها را نامش اپراتینگ سیستم یا سیستم عامل میگن و شنونده‌های محترم شاید به این نام تکنیکیش آشنا نباشن، ولی نام غیر تکنیکیش یا عامزی هم ویندوز است که ما از او استفاده میکنیم. پس خود ویندوز یک نرم افزار کامپیوتری است که به خاطر به کار انداختن سخت افزار یا هاردور کامپیوتر استفاده میشه و نام تکنیکی تر یا تخصصی تر همین ویندوز اپراتینگ سیستم یا سیستم عامل است که باعث میشه که سخت افزار کامپیوتر را به کار بندازه تا که اما کارهایی که نیاز یک ویندوز است یا به اصطلاح سیستم عامل است او را انجام بده. پس میتونه جزء دوم از شکلیات عمومی کامپیوتر باشه. شکل سوم از وسایل کامپیوتر برش فرمویر گفته میشه. فرمویر یا اینا معمولا برنامه ها هستن که من حیث میانجی بین بخش نرم افزار یا سافت‌ویر کامپیوتر و همچنان بین هاردور یا سخت افزار کامپیوتر کار میکنن. یعنی میانجی هستن، یعنی باعث میشه که سخت افزار کامپیوتر به نرم افزار یا بر سافت‌ویر کامپیوتر معرفی شوه و او سافت‌ویرها و هاردورها بتونن در تطابق یکدیگر یا به اصطلاح با همکاری یکدیگر بتونه کارهایی که توسط یک یوزر یا استفاده کننده یا انسان‌ها نیازمند است اونا را به پیش ببره. پس اگر جمع‌بندی بکنیم به سوال، کامپیوتر میتونیم به شکل کلی به 3 بخش تقسیم بندی کنیم که سخت افزار یا هاردور کامپیوتر که اینا وسایل فیزیکی کامپیوتر است که قابل دید و لمس میباشن. بخش دوم سافت‌ویر یا نرم افزار کامپیوتر است که اینا به خاطر به کار انداختن کامپیوتر استفاده میشه و بخش سوم هم فرمویر یا به اصطلاح لاخت افزار میگن یا میانجی بین سافت‌ویر و هاردور که برای وصل کردن این دو بخش مهم به یکدیگر استفاده میشه که یکی از نمونه های از این رقم ابزار میتونیم از بایوس نام ببریم. زمانی که ما کامپیوتر ما رو روشن میکنیم، کسایی که بخش تخصصی را بلد هستن میفهمن وقتی ما F2 را از کیبورد کامپیوتر پرس کنیم ما بر یک اسکرین دیگه کامپیوتر راجع میشیم که اونجا میتونیم هم تنظیمات اولیه کامپیوتر ما را اجرا بکنیم. برای برش بایوس ستاپ میگن که بازم مخفف بیسیک اینپوت اوتپوت سیستم است. ما میتونیم از جزء از وسایل فرمویر یا از فرمویر از اون نام ببریم. استاد محترم ډیره مننه کراشو تاسو مخکې په خپل خبرو کې یادونه وکړه د ریم یادونه وکړه د روم یادونه وکړه دغه ار ای ام یا ریم په خپل دا څه شی دی او ولې د کمپیوټر لپاره مهم دی دغه برخه ولې مهمه ده؟ تشکر حمد صاحب. در مورد اینکه رم یا رندوم اکسس مموری چی است باید گفته شود. ما در سوال قبلی هم یک اشاره کوتاه برای این وسایل داشتم. گفتم که ما وسایل ذخیروی کامپیوتر را به 2 بخش یا به 2 قسمت مهم تقسیم بندی کردیم که یک قسمتش وسایل ذخیروی موقتی است یا به اصطلاح تکنیکی تر برش نان ولتایبل مموری میگن یا حافظه هایی که اونا برای برق نیاز دارن. تا زمانی که برق برشان وجود داشته باشن اطلاعات خود را ثبت میکنن، اما زمانی که برق بالاشون قطع شود معلوماتشان از بین میرن.
و قسمت دوم هم که ولتایل مموری است، ببخشید ولتایل مموری هم اونایی که برای برق نیاز داره برای عملیات خود، و نان ولتایل اونایی است که برای برق نیاز نداره، اگر در صورتی که برق قطع شود دوباره میتونه که کارکرد خود را پیش ببره. رم از جمله وسایل ذخیروی موقتی است. همین رقمی که از نامش پیداست، راندوم اکسس مموری، یعنی حافظه موقتی تصادفی که به خاطر دسترسی به حافظه از استفاده میشه. یا به اصطلاح ساده‌تر اگر رم تعریف کنیم، گفته میشه که زمانی که ما یک برنامه را از هارد دیسک کامپیوتر، یعنی جایی که ما برنامه را ذخیره کردیم، به طور مثال درایو سی، درایو دی یا هر آن درایو دیگه، وقتی با استفاده از ماوس یا با استفاده از کیبورد وقتی بالا از او دبل کلیک میکنیم، اینجا چی اتفاق میفته؟ او برنامه از هارد دیسک، یعنی از وسایل ذخیروی دائمی به وسایل ذخیروی موقتی که رم کامپیوتر است انتقال میکنه. این رم کامپیوتر یک قسمت از حافظه خود را به خاطر اجرای او برنامه در اختیار یوزر یا استفاده کننده قرار میده. یعنی زمانی که ما میخوایم یک برنامه را اجرا کنیم، این رم کامپیوتر است که او را قادر به عملیات یا قادر به اجرای کار میسازه. اگر کامپیوتر رم نداشته باشه یا رم کامپیوتر به اصطلاح درست کار نکنه، پس برنامه هایی که داخل کامپیوتر است اونها نمیتونن که کارهای خود را اجرا بکنن. پس زمانی که یک برنامه در حالت اجرا رو به خود میگیره یا در حالت رن میباشه، این رم کامپیوتر است که بر از او فضا را یا حافظه را در اختیارش قرار میده تا برنامه در حال اجرا باشه. و همین خاطر از زمانی که ما کامپیوترها رو معمولا میخریم، از اون پرسیده میشه که چقدر رم یا چقدر رم باید داشته باشه. چرا؟ چون او بر ما مشخص میکنه که ما چه نوع برنامه ها رو میتونیم داخل از کامپیوتر خود رن کنیم یا استفاده کنیم. از ابتدای ساختن کامپیوتر، همین رقمی که در ساختار کامپیوتر تغییرات آمده یا جنریشن یا نسل های مختلف از کامپیوتر به میان آمده، نسل های مختلفی از رم یا از امی رندوم اکسس مموری هم به میان آمده که دو ساختار از رم از ابتدا تا هنوز استفاده میشه و وجود داره. یکیش برش اس رم میگن یا استاتیک رم و بخش دیگه‌ش هم برش دی رم یا داینامیک رم میگن. حتما کسایی که در بخش تخصصی میخوانن یا میآموزن حتما مبحث DDR شنیدن. اینا هم از همون ساختار داینامیک رم است که بعداً هر DDR اما در حقیقت نسل پیشرفته تر از کامپیوتر نشون میده. مثلا قبلا به نام DDR3 بود رم ها، DDR4 است، DDR5 است، CAT5 است و هر کدام از اینا یک ساختار مختلف خود داره که میتونه در بخش تکنیکی ترش بالاش بحث شه. ولی کلا اگر عمومی بحث بکنیم، رم وسیله ذخیروی موقتی است که میتونه به دو شکل استاتیک رم یا اس رم و همچنان داینامیک رم یا دی رم وجود داشته باشه. استاد محترم، ډیره مننه کرا شو په دې باندې خبرې وکړو. SSD او HDD ترمنځ کوم توپیرونه موجود دي او کوم توپیرونه لري؟ تشکر منصب. در مورد ای که بین SSD و HDD چی تفاوت‌های وجود داره، قبلا در سوال قبلی کمی اشاره کردم که وسایل کامپیوتری خصوصا وسایل ذخیروی کامپیوتر و دو قسمت تقسیم بندی شده که وسایل ذخیروی موقتی است که از رم نام بردیم، روم هم است. انشالله اگر فرصت بود درباره از اون بحث خواهد کردیم. و قسمت دوم هم وسایل ذخیروی دائمی برای کامپیوتر است که اونا میتونه معلومات برای دائم داخل کامپیوتر ذخیره کنه. برای دائم این تا وقتی که یوزر به او ضرورت داشته باشه، یعنی تا زمانی که یوزر او را حذف نکنه یا کدام صدمه امو درایو نبینه که معلومات از بین بره، اون معلومات برای دائم میباشه. یعنی بستگی به برق نداره که بالش تا زمانی که کامپیوتر روشن باشه این بتونه معلومات ذخیره بکنه و هر زمانی که برق بالای کامپیوتر قطع شد یا به اصطلاح چارج کامپیوتر ختم شد، این معلومات از بین بره. از این رقم وسایل در ابتدا من یادآوری کردم که یک نوع خاص از اینا هارد دیسک یا هارد درایو است، HD برش میگن بعضی جاها هست. هارد درایو یا در فارسی اگر معناش این دیسک سخت است که معمولا یک دیسک یا یک وسیله که از مغناطیس یا از مگنت ساخته شده و معمولا با قسمت‌های مختلف و نام سلندر و ترک و اینا بخش تکنیکی تر دیگه از هارد دیسک است که از اون استفاده میشه و معلومات در داخل همین سلندرها و ترک ها جریان پیدا میکنه تا که معلومات ذخیره شه و بعدا هم دوباره از اون طریق هم دوباره پس اینا به دسترسی قرار میگیره. از لحاظ شکل ساختاری هارد دیسک ها به دو شکل وجود داره. یکی هارد دیسک هاش برش میگن HDD یا هارد درایو و یا هارد دیسک درایو است و یکی دیگه شون برش SSD است که سولید استیت درایو برش میگن. هارد درایو یا HDD برای وسایل ذخیروی گفته میشه که اینا به سابق استفاده میشد و در ساختار از اینا معمولا از مغناطیس یا از مگنت استفاده شده. به می اندازه
قابلیتش نیست که سرعت کمتر دارن و همچنان حجم یا فضای بسیار زیاد را اشغال میکنن. یعنی از لحاظ اشغال فضا HDD جای بیشتر میگیره، کمی اندازه زیادتر دارن ولی و سرعت کمتر داره البته. ولی در مقابل SSD یا Solid State Drive که است، اینا وسایل ذخیروی دائمی هستند که یک تایپ خاصی از هارد دیسک است که برای ذخیره کردن معلومات استفاده میشه. معمولا اینا از مغناطیس ساخته نشده میشه، اینا از وسایل تکنیکی تر خودشان از اونها ساخته شده می باشه و سرعت بیشتر داره و همچنان فضای کمتر اشغال میکنه. از لحاظ اسپیس یا از لحاظ جای کوچکتر و خردتر هستن ولی سرعت بیشتر دارن. این از لحاظ مقایسوی هر دو بخششه و از لحاظ مقاومت که است، معمولا هارد درایو یا HDD که است اینا مقاومت بیشتر داره چون در ساختارشان از مغناطیس استفاده شده. یعنی در صورتی که ضربه ببینم احتمال داره که اطلاعات داخلیشان خراب نشد. ولی در مقابل سالید استیت درایو که است اینا از وسایل نازکتر ساخته شدن، در صورتی که صدمه ببینن احتمال بسیار زیاد خراب شدنشان وجود داره. ډیره مننه استاد محترم. کرا شو په اپریټینګ سیستم باندې وغږیږو یا عملیاتي سیستم. دغه عملیاتي سیستم څه ته ویل کیږي؟ تشکر احمد صاحب. قبلا وقتی ما با اجزای کامپیوتر میخواستیم بحث بکنیم در موردش، ما یک نظر کوتاه در مورد سیستم عامل داشتم. اگر شنونده‌های محترم به خاطر داشته باشن، گفتیم که معمولا نرم افزارها یا سافت‌ویر بخش‌های از کامپیوتر است که قابل لمس نیستن و معمولا به خاطر به کار انداختن هاردویر یا سخت افزار کامپیوتر از اونها استفاده میشه. یکی از این برنامه‌ها یا یکی از این سافت‌ویرهایی که به خاطر به کار انداختن هاردویر کامپیوتر استفاده میشه، خلاصه برش OS یا اپریتینگ سیستم یا به فارسی برش سیستم عامل گفته میشه. سیستم عامل یا اپریتینگ سیستم در حقیقت برنامه‌ها یا نرم افزارهای بسیار پیچیده هستند که به خاطر اجرای کارهای یوزر توسط وسایل سخت افزاری از اونها استفاده میشه. یا به اصطلاح ساده تر فرض کنین ما یک پرینتر داریم و میخوایم توسط از او داکومنت یا مکتوب خود را پرینت بکنیم. حالا این پرینتر باید با کامپیوتر ما از طریق یک نرم افزار با هم دیگه وصل شود. خب یکی خامو پورت فیزیکی است، یعنی کیبل وجود داره که ما کیبل باید در کامپیوتر وصل بکنیم، بعداً باز از طریق او کیبل ما معلومات پرینت میکنیم. ولی این کیبل خود یک شی فیزیکی است ولی معلومات خود در حقیقت توسط یک سافت‌ویر است که از کامپیوتر به وسیله دیگه که پرینتر است انتقال پیدا میکنه. پس وسیله‌ای که به خاطر وصل کردن امی هاردویر مثل پرینتر برای کامپیوتر استفاده میشه و به اصطلاح او را قادر به فعالیت میسازه اپریتینگ سیستم نام داره. این یک بخشی که ما از اپریتینگ سیستم استفاده میکنیم. گرچه اپریتینگ سیستم یک بحث بسیار کلی و تکنیکی است که شاید برنامه‌های زیاد نیاز باشه که ما تکنیکی تر بشه، ولی ما چون برنامه ما تکنیکی نیست و برنامه ما عمومی است، میشه درباره اپریتینگ سیستم تو بحث بکنیم که اپریتینگ سیستم در حقیقت یک اینترفیس یا میانجی بین یوزر، این ما و شما که به اصطلاح استفاده کننده کامپیوتر هستیم و هم وسایل سخت افزاری کامپیوتر است. یعنی وقتی ما می‌خوایم از سخت افزار کامپیوتر مثل ماوس کامپیوتر، کیبورد کامپیوتر، پروسسور کامپیوتر، هارد دیسک کامپیوتر، رام کامپیوتر، به اصطلاح تمام وسایل سخت افزاری کامپیوتر استفاده بکنیم، ما خون با اونها به شکل مستقیم تعامل کردن نمیتونیم. یعنی نمیتونیم که اونها را از اونها کار بگیریم. زمینه امو فراهم کردن کار برای امی وسایل سخت افزاری کامپیوتر با استفاده از یک بخش نرم افزار خاص که برش اپریتینگ سیستم میگن فراهم میکنه. یعنی اپریتینگ سیستم باعث میشه که ما با سخت افزار کامپیوتر کار بکنیم و از او استفاده کنیم. باز کلا میگن که اپریتینگ سیستم به سه قسمت تقسیم بندی شده که یک قسمتش هم یوزر اینترفیس یا شکل ظاهریش است که وقتی ما میریم به اصطلاح مثلا اگه ویندوز استفاده کنیم امو ویندوز کلیک میکنیم، برنامه‌ها رو جستجو میکنیم، روی صفحه بر ما تنظیم میکنه. امو بخش درایو منیجمنت است که میتونیم توسط از او هارد دیسک کامپیوتر ما را مدیریت کنیم. بخش دیگه دیوایس منیجر است که میتونیم وسایلی که داخل کامپیوتر را مدیریت کنیم، مثلا کیبورد کامپیوتر، رم کامپیوتر، اگه وسایل مثلا سنسورها داشته باشه که فینگرپرینت و کامera و اینا داشته باشه برای اینا از استفاده میشه. یا هم اگر ما بخوایم که از وسایل سخت افزاری که داخل مادربرد یا برد اصلی کامپیوتر وجود داره از اون استفاده، مثل ساوند کارت، گرافیک کارت یا ترانزیستور اینا از استفاده بکنیم. کل از اینا را بر ما مدیریتش از طریق همین نرم افزار انجام میشه که ما باز کماندا بسیار خاص داره، میتونیم از طریق از کماندا وارد همین بخشا شویم یا میتونن شنونده‌های محترم در قسمت جستجوی کامپیوتر برن و با دیسک منیجمنت یا هم دیوایس منیجر جستجو بکنن یا هم با
فشار دادن ویندو X میتونن با این قسمت تنظیمات اولیه کامپیوتر وارد شون و وسایل به چیزی که خودشان ضرورت دارن تنظیم بکنن، یعنی فعال کنن، غیر فعال کنن. اگر درایور یا به خاطر به کار انداختن و نرم افزار سخت افزار استفاده میشه، از او استفاده شد. کل اینا کارهای اپراتینگ سیستم است. دیگه وقتی زمانی که ما وارد کامپیوتر میشیم برای اولین بار، مصفحه‌ای که از ما پسورد کامپیوتر ما را میخواد، هم جزئی از وظایف اساسی سیستم عامل است که ابتدا بر ما امنیت را فراهم می‌سازد. یعنی ما تا زمانی که پسورد درست را تایپ نکرده باشیم وارد کامپیوتر شدن نمیتونیم و از استفاده کردن نمیتونیم. یا بعداً مثلا وقتی ما میخوایم وارد یک درایو شویم، بیت لاکر وجود داره که ما میتونیم، یا یک قسمت قفلی است که میتونیم معلومات ما را رمزنگاری کنیم تا زمان کسی او پسورد نداشته باشه نتونه او معلومات درایو ببینه. یعنی پس هم بخش شکل ظاهری را بر ما فراهم میسازه، هم بخش امنیتی را و هم بخش مدیریتی را میتونه توسط سیستم عامل بر یوزر اجازه بدیم که استفاده بکنه با استفاده از این سیستم عامل. ډیره زیاته مننه استاد محترم چې راغلی موږ سره مو مرکه وکړه. نور خپرونه کې به هم په همدغه موضوع باندې مرکې کوو او نور خپرونې به پکې کوو. تشکر مصاحب بزرگوار، تشکر از وقت شنونده‌های محترم. بخیر سلامت باشین. بیا هم ستړي مشئ درنو اوریدونکو. تمه دغه ده چې له لومړۍ برخې مو یو څه زده کړي وي. دوهمه برخه ده اوس زموږ ګران همکار عرفان عابد درته مهمې خبرې راټولې کړي دي او تاسو ته یې راوړي دي. د کمپیوټر استعمال په اوسني عصر کې کمپیوټر د انسان د ژوند یوه مهمه برخه ګرځېدلې ده. نن سبا په نړۍ کې داسې اداره او یا هم دفتر نشته چې کمپیوټر پکې استعمال نشي. کمپیوټر د انسان کارونه اسانه، چټک او منظم کړي دي چې د علم، ټکنالوژي او معلوماتو په برخه کې د کمپیوټر رول ډیر مهم دی. کمپیوټر څه شی دی؟ کمپیوټر یو برېښنایي ماشین دی چې معلومات اخلي، پروسس کوي او پایله یې بیرته انسان ته وړاندې کوي. کمپیوټر د معلوماتو د ذخیره کولو، حسابونو لیکلو، انټرنیټ استعمال او نورو ګڼو کارونو لپاره کارول کیږي. د کمپیوټر د استعمال ځایونه په زده کړو کې کمپیوټر د تعلیم په برخه کې ډیر اهمیت لري. زده کوونکي د کمپیوټر له لارې درسونه لولي، څېړنه کوي، آنلاین کورسونه تعقیبوي، علمي مقالې او پریزنټیشنونه جوړوي. همدارنګه ښوونکي هم د تدریس لپاره له کمپیوټر څخه ګټه اخلي. په روغتیايي برخه کې ډاکټران او روغتونونه د ناروغانو معلومات ثبتوي، معاینات کوي او د ناروغیو تشخیص لپاره له کمپیوټر څخه استفاده کوي. د ایکس ری، تلویزیوني معاینات یعنی الټراساوند او نور طبي وسایلو ډیری سیستمونه د کمپیوټر پر اساس کار کوي. په بانکدارۍ کې بانکونه د پیسو د انتقال، حسابونو ساتلو او مالی معلوماتو د ثبت لپاره کمپیوټرونه کاروي. د ATM ماشینونه او آنلاین بانکداري هم د کمپیوټر له برکت رامنځته شوې ده. په رسنیو او اړیکو کې رول کمپیوټر د انټرنیټ، ایمیل، ټولنیزو شبکو او ویډیویي اړیکو لپاره استعمالیږي. خلک کولی شي د نړۍ له هر ځای سره په څو ثانیو کې اړیکه ونیسي. د هوریت رادیو درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ لپاره د ټکنالوژۍ خپرونه چې ما محمد شریف همت درته وړاندې کړه. تر بیا او بلې اونۍ چې ستاسې درانه حضور ته حاضرېږم، ما ته اجازه راکوئ. هر چیرې چې یاست ښاد، آباد او خوشحال اوسئ. د الله په امان. نړۍ د بدلون په حال کې ده. هر ورځ د انساني اسانتیاو لپاره نوې موندنې ترسره کیږي. خو دا موندنې څوک، چیرته او د کومو موخو لپاره ترسره کوي؟ که غواړئ چې په نړۍ کې له هر ټکنالوژیکي پرمختګ څخه خبر شئ، ټکنالوژي خپرونه واورئ. دا خپرونه هر شنبه مازدیګر له 5:30 تر 6 بجو له هوریت رادیو څخه اوریدلی شئ. ټکنالوژي